مادر جان، باز برادرم رو خوب دیدی؟ همش به آسانی فراموش نمی شود دخترم. گریه نکنین مادر جان، گریه نکنین. در این صبح صادق بخیر باشد انشالله. من میبینم. مادرت کجاست؟ زلال! ای زلال! مادر جان! زلال! مادر جان! حقدارها آمدن! اینه بگو وقت شما تمام شد. پول تیار است. نیست حامید، تیار نیست. دختر را میگیریم اما اگر وقت دهید تا بگاه یافته میدیم. تا بگاه صبر کنید. بگو؟ کدام بگو؟ گوش کن زلال، 2 ساعت وقت میدهم. پول را نآوردی دختر را میبریم. خوب فکر کن، از روی آیین حق به جانب من است. ظالمی نکن حمید، کمی انتظار شو. من رسم آیین را میدانم. مگر یکم بار قرضم را دیر دادم، همیشه در وقتش میدادم. حالا باشد مشکلی دارم، دستم تنگ است. با تو 2 ساعت وقت خانم، برای ما هیچ فرقی ندارد. یا پول را میاری
یا دختر را میبریم. خداوندا به ما مدد رسان. اکنون چی کار میکنه؟ یگان چاره‌اش را میابیم دخترم. گریه نکن برفی. خود بزرگ است. البته یگان مدد میرسانم. راو از جو. یولبرز ایستا. راو بستون یولبرز. راو یولبرز. راو از اینجا. راو یولبرز بستون. راو ایستا. راو از اینجا. یولبرز. یولبرز. حالت خوب است؟ خوبم. بیا دستت را با من ده. بیا. قلب که میگذید. سگی تو بود. یگان جدلت نخور. نه. از کجا آمدی؟ و کجا میروی؟ از استانبول میایم. ولی هیو به کلان میروم. آن ده در کجاست؟ انا آن کوه را میبینی؟ بله. انا در پسی همان کوه. بیا کمی استراحت کن. بیا بزر. گیر دستورت را شوی. گیر. تشکر سلامت باشه. یک لحظه ایست. تا خشک شدن لباس هایت انا اینها را پوش. یا با خودت گیر آخیر. تشکری زیاد. سلامت باش. مرحمت مولهای خوب آوردین. بیایید مرحمت مولهای ارزان. چند بار به شما گویم رو شوید. جمیلا ارزان و خیره این خیلی سراسیمه با کجا شد داری؟ ببخشید شما رو ندیدم. شخص دیدگی فکر میکند که فوتیه شده همین خیلی نه بدو؟ با خدا چیزی هست اما نفهمیده. نه چی میشد؟ خوروی هر وقته رفتنم بازی. ببخشید کار دارم. خیر منظورم باز چی کار میشد؟ گویا بناتی دکتر رفتارش رو نفهمیدیم. جمیله مادر جان چند روز است که تو را ندیدم. جمیله آمده نتوانستم. از من نرنجید. به کجا میروی؟ وای فروشنده آمده بود او رو دیدم. برفین چه حال دارد؟ حالش بد است دخترم. های قزبان چی شد؟ به کجا می روی؟ به نزد دکتر پدر. اوه میبینم که زود به نزد دکتر می روی. بخیر است؟ شکمم درد نکند پدر چی کار کنم؟ خب رو اما زود گشته بیا. خوب شده است پدر. آی دختر میبینم که صحت شدی. شدنی ها برای شما. بابا جان من همون خونه باز اومدم. شما رو در درون انتظار هستم. حاضر ببینم. بخیر است؟ زلال؟ نپرسید بابا ابراهیم. حقدارها آمدن. یا پول یا دختر میگویم. با من یگان راه نشان دهید. من یک زنی تنهایم. در 2 ساعت اینقدر پول را از کجا مییابم؟ کی به من پول میدهد؟ ناامید نشو دخترم زلال.
یگان علاجش را میابیم. خدا بزرگ است، البته مدد میفرستد. بیا جمیله. دکتر همینجاست. دیلو چی شد؟ باز سر درد میکند؟ جمیله پریشان مینمایی. یکم واقعه روی داد. آقای دکتر بیمار اومد. درآید. چی شد؟ چرا به اینجا اومدی؟ وای من آیا با تو نگفته بودم که یک مدت به اینجا نبیا؟ همه میفهمن. تو از من چی میخواهی جمیله؟ من تنها چند روز است که از تو خبری نیست. شکمم روز کلان شده ایستاده است. خانواده همون میفهمن. گفته در حراسم. یگان کار کن. این یک دعوای ناموس است. پدرم هم تو رو با هم مرا جمیله من با تو قول میدیم که تو رو نجات خواهم داد، اما حاضر رو یک مدت به اینجا نبیا. چه خیلی نجات میدهی؟ کای نجات میدهی اوزن؟ جمیله اوف، من تنها با یک راه نجات مییابم. بیا پدرم مرا خودکاری کن. خانه دار شویم. خانه دار؟ مگر من این رو نمیخواهم. اول باید از این کودک خلاص شویم، انا بعد خانه دار میشویم. یگانه راهی خلاصی همین است. چی خیلی خلاص میشویم؟ یک دوستی همکسبم است، با او زنگ زدم. امروز یا فردا می آید. کودک را می افتاند. آخرین گناه است. حالا وقتی گناه ثواب نیست جمیله. من میترسم. نترس، وی بسیار دختری خوب است. مرحمت گیر، شرم ندار. تشکر زیاد. ببخش تو رو زحمت دادم. چی زحمت؟ کوه کلان کردم که زحمت شد. گیر خور گیر. کنی گیر. این خیلی نه. یک دمیست. انا بین. انا این خیل گیر. انا اکنون خور با مزد. تشکر دوستم. بگو که در دهه آبی کلان چی بکوبی؟ یک دوستی دکتر دارم، به نزدیک او میروم. اپا اگر پس با من یک تو میدید؟ نه نده دخترم، بگو خوراک نمیخوره. اوه بابا ابراهیم اومدن. خوش آمدید بابا. مادر بابا ابراهیم اومدن. شیرین نکاری بابا ابراهیم اومدن. خسته نباشید خانم ها. خوش آمدید، صفا آوردید بابا ابراهیم. مرحمت، کنی گذارید. خوش آمدید. زود یک چای بیارید. خوش آمدید. کنی.
حامد برادر، از تو یک خواهش دارم. مرحمت. چرا نه بابا ابراهیم، خواهش شما را با دیدن برداریم. استغفرالله. خواهش من همین که مهلت به زلال دادت را دراز کن، التماس. در همین مسئله هم گفته شما را کردیم. دوای خون را به خونبها گرداندیم، با چشم گفتیم، اما زلال خونبها را نمیدهد. از روی رسم آیین اگر پول نباشد حق دختر را گرفتن داریم. اینها داروهای خانم جمیله است. شفای کامل. جمیله تو هیچ صحت نشدی. کمی شمال خوردم. در همین گرمی؟ عجایب. تو هم از آمدن و رفتن دکتر شدی خیزبان. سلامت باش دیلا، خدا شفا دهد. به تو هم روزی خوش. این دختر یگان خیلی بیمار نیست. تنها برای دیدن دکتر اومده است. گمانی بد نبر خیزبان. تو چرا میدونی؟ کجا شدی طاهیر؟ کجا؟ سلام آقای دکتر. باز شکمتان در میکند خانم خیزبان؟ بله بسیار سخت درد میکند. این خیلی باشد ما آینه میکنیم. دو ساعت گذشت. حاضر می آیم. برای بردن من آمدن. ایسا دخترم، آنها نمیده رویم. تو اینجا انتظار شو. چیست؟ منم مادر جان. بیا دخترم، بیا. خیلی ترساندی جمیله. نترس برفین. جمیله احتیاط شو. مادرم شو کرده ایستادن. جمیله تو باید اینجا می آمدی؟ سرم درد میکند. من از دکتر رفته بودم. چی شد؟ گریه کرده ای؟ چشمانت ورم کرده است. تو چی دردی داری و به من نمیگویی؟ نه مادر جان، چه خیلی درد. من برای برفین زیخ شدم. آخر آن آدم دو زن دارد، کودک دارد. باز حیاتی برفین را میسوزاند. میمیرم و به خونه رافین نمیروم. بسم الله. بفرما خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باش رافع. با من گوش کن. اگر بعد از 2 روز پول را ندادم برفین را گیرید. ما راضیم، خوب شده است. خب در امان خدا باشی. خب در امان خدا بابا ابراهیم. خدایا توبه. او چی گفت؟ بابا ابراهیم خواهش کردند. من باز 2 روز مهلت دادم. سبب؟ سخنی بابا را رد کرده نتوانستم. نتوانستی؟ کار و بار را پرتاخت گپ گوش میکنید. کنی گم شوید از اینجا، گم شوید. فقط مهلت را دراز کرده توانستم. همگی 2 روز دخترم زلال. باید در حال پول یابی. اول از دعات را چقدر که نتوانی جمع کن. من هم کوشش میکنم دخترم. خدا از شما راضی باشد بابا ابراهیم. خیر. من به نزد خریدار شیر می روم. میلش مادر جان. جمیله رفتیم.
چی این طور نگاه میکنی؟ گریه کردی؟ برای تو گریه کردم. دروغ نگوی. مگر من خواهرت نیستم؟ از من پنهان نکن. یا با دختر گپ‌هایتان گریز. من حامله دارم. چی؟ تو چی ها میگویی جمیله؟ تو میفهمی چی کار کردی؟ تو همه رو شرمنده کردی. تو فکری اویله، فکری پدر و برادرت رو نکردی. خودت رو شرمنده و اونها رو بی ابرو کردی. این خیلی نگی. چی گویم؟ بسیار کاری خوب کردی گویم. تو رو خواهرم میدانستم. البته خواهرت هستم، اما این مسئله ناموس است. از روی عرف و عادت عاقبتش مرگ است. شما رو غیر خانه دار شوی دیگر چاره نیست جمیله. در حال اومده تو رو خواستگاری کنه. خانه دار می شود. اما اول از کودک خلاص شدی میگوید. از کودک چه خیلی خلاص می شده ای؟ با فکرم همینجا خیر خوش میکنیم. دهه ما در این طرف است. خب من باید به سمت ها انا همون کوه روم. همین طور نه؟ و فکر من تا آن کوه نرسیده هوا تاریک می شود. شبانه در کوه گشتن خطرناک است. بهتر است شب را در دهه ما گذران. سحر بر وقت به راه میبرایی. چی گفتی؟ خب مایلشیم شب میمانی شما میشود. بسیار خوب. آدمی با عقل هستی. چل جمیله، مطمئن هستی که کمکت میکنه؟ باوری داری که فریبت نمیدهد؟ باوری دارم. اوزم به گپش نیستد. او انسانی خوب است. کاش همه خیر باشد جمیله. انشالله. کفایه دخترم. خواهش ها بسیار از رئیس. شب می آیند. اگر خواستهایشون را گیرند کارهای تو هم حل می شود دکتر. در این روی خط بسیار داروهای قیمت است رئیس. خدا من اون طرفش را نمیدونم. آنها از این پیش هم خرجدار بودند. چند هفته باز انتظارم. امشب همش را میگیری. تو داروها را بیار. آنها باید حساب را برابر کنن رئیس. تو حتما بیار. اگر نیاری خودت میدانی با تو چیکار میکنن. خودت را در بلا نمان دختر. فهمیدی؟ این بگاه همان وقت در جای هر دفعه اینه. دکتر اوه خوش آمدید بابا ابراهیم. مرحمت برای نشستن آمدم رئیس. زلال برای برگرداندن خونبه ها پول ندارد. از نام او قرض میخواهم. جانم فدای شما. و شما نگفتن نمیتوانم. لیکن باور کنید من هم تنگ دستم.
به خدا این همه از من نیست. امانت مانده رفتند. مرحمت. همه حسابمان تمام شد زلال خانم. تشکر یشر. میدونی مشکلی دارم، قرض میخواهم. با شیر حسابی میکنم. هفته آینده میدهم. هفته آینده دیر میشود. تو از من نرنج. مجبور نمیشدم هیچگاه نمیتونم. بابا ابراهیم اصلا شما از من نرنجید. یک سال شد که پول از شما گرفتم رو برگردانده نمیتوانم. حالا تنها نصفش را داده میتوانم. خدا از شما راضی باشد. در امان خدا باشید. در امان خدا. خوش باشید. خدایا من چی کار کنم؟ اپا احمد اینجا بیاید اپا. چی شد احمد؟ اونجا نیستی. چرا؟ اونجا بسیار بلند است. اگر افتید نمیرم. من که مردم تو زخم میشوی گریه میکنی؟ ها البته زخم میشوم گریه میکنم. دودرک شیرینم چی شد؟ چرا اومدی؟ پدرم شما را پرسیدم. چرا؟ چی میخواهند؟ به خدا نمیدونم. زود یافته بیار گفتم. چیکار کردی دخترم زلال؟ فقط پول شیر را گرفتم و خلاص. من هم همین قدر پیدا کردم. همین خیلی گفتند. اپام را آوردم پدر. لبای پدر نزدیکتر بیا. فردا به خواستگاری تو میآیند جمیله. ما خوشبختی تو را میخواهیم دخترم. برای به این روزها رسیدن شکر کردن لازم. شکر این روز به هر کس میسر نمی شود. همش همین است. بله همین. این پول برای دادن قرض نمیرسد. چی کار میکنی؟ 2 روز مهلت داریم دخترم. در این 2 روز از کجا میابیم؟ باز به نزد دکتر میروند. مادر جان، این آخرین گاومون است. چه خیلی میفروشیم؟ اما چاره دیگر نداریم دخترم. گاو رو فروختیم، قرض این ماه رو دادیم، قرض ماه آینده رو چه خیلی میدهیم؟
اول قرضی این ماه را دهیم بعد میبینیم دخترم. خدا بزرگ است مدد میرساند. آذر جمیله در این ساعت اینجا چیکار میکنی؟ محو شدیم اوزن و در اون را باز اون کس نبیند. فردا شب به خواستگاری من میآیم. پدرم مرا میدهند. گپ زن چیکار کنیم؟ حامله دار بودنم آشکار می شود. پدری کودکم تو هستی. پدرم هر دومون رو میکشند اوزان. عاقبت هر دومون مرگ است اوزان. یگانه راه نجاتمون گریختن. بیا از این دیه میگریزیم اوزان. تو حق هستی جمیله، میگریزیم. خودی حاضر. هوا که تاریک شد در نزدیک دره سفید مرا انتظار شد. هوا تاریک نشده در اونجا میشوم. سلام علیکم. و علیکم سلام. بیا گذر بیا. خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. یگان کمبودی نیست محمد؟ نیست آقای زینال. مهمانمان که هستند از کجای؟ یکی طاهر دکتر هستند. دکتر هسته؟ خیلی آفرین. از کجا می آید و با کجا می رود؟ به دهه آبی کلان می رود. به دهه آبی کلان می روی؟ آنجا خیلی دور است. بله. و مهمانمان یک چای بیاره. زمان نکشد. این کس خیلی خسته شدند. اجازه دهید ما رویم. نه ممکن نیست. آقای طاهر این بیگاه مهمان من می شود. محمد رو بیانگرد خبر ده که این بیگاه دسترخوان خوب تیار کند. رو در حقیقت مال خوب است بابای ابراهیم، اما عین زمان امکانی خریدن آن را نداریم. ما را ببخشید. سلامت باشید. شما را زحمت دادم. استغفرالله بابا. کارهای من هوسی بیکار. در این دیه کی پول دارد که گاوی مرا خرد؟ در حال ناامید نشو دخترم زلال. یگان خریدار میابیم. بیا جمیله. من نمیخواهم. چرا اپا جان؟ گرسنه نیستم احمد جان. اشتهای تام. جمیله شمایت پدر. در این تاریکی به کجا می روی؟ مادرم زلال کمی ناتا بودند. به عیادتشان می روم. خب زود برگرد. خوب شد است پدر.
آیا یگان مشکلی داری پسرم؟ بخیر است؟ نه خوبم. فقط کمی حیران موندم آقای زینال. شما رو زحمت دادم. تشکر زیاد. این همه لازم نبود. خدایا توبه، ما کاری نکرده ایم پسرم ها؟ آیا مهمان همین خیلی فکر میکنن؟ انا محمد هم آمد. بیا محمد، بیار. مرحمت اکا. تشکر زیاد. تو چی کار کردی پسرم؟ خطا کردم. پیاله را به زمین گذاشتی؟ ها گذاشتم بچه. اکنون تو محمد چوپان رو خانه‌دار میکنی؟ بله باید خانه‌دار کنی. یا این که پیاله را از طلا پر میکنی؟ طلا چل؟ پیاله رو تمام نکرده به زمین گذاشتی. اکنون این بچه را خانه‌دار میکنی یا این که پیاله را از طلا پر میکنی؟ فهمیدی؟ نترس دکتر، نترس. این در جایهای ما عادت است. همه یک جای محمد رو خانه‌دار میکنیم. این هم یک بهانه. محمد خانه‌دار میشود؟ او حالا خیلی جوان است. کودک است تو. آها، چه کودک؟ نواز خم برآمده است. نگاه کن، یک مردی بوزبله شده است. همسالانش الکی صاحبی چند فرزند. یا اینکه تو هم بیزن هستی؟ بله. بیامان، راست میگویی؟ پس بیا تو را هم خانه‌دار میکنیم. یا بین خودمان، اما وقتی تو کمی گذشته است. فردا صبح دم به نزد یشر رو. آیا گاو رو میخرد؟ سلام مرا رسان. حقش رو داده گاوت رو میخرد. خدا از شما راضی باشد بابا ابراهیم. از هم امان دخترم زلال. شبی خوش. و شما هم در بابا امان ابراهیم. خدا. آزم آنها با تو حسابی کردن دکتر. حساب برابر شد. شد حساب نکن. این قرض پیشینه است؟ بله پیشینه و باز حکیم شبه. برای همین از این دیگه هیچ رفتن نمیتوانستم. وقتش همین دیگاه بوده از دکتر. تا یک جای آبادی من هم با شما میروم. السلام علیکم.
در خانه زید شد. یک بچه خانه رفته چای نوشد. صحبت کنم. نفهمیدم. چرا خیستند؟ خودش چی گفت؟ بدر، تو سببش را بهترش از دختر جمیله پرس. چی را از دخترم پرسم رئیس؟ اوزم جمیله جمیله اوه جمیله جمیله دختر کجاست؟ نمیدونم. جمیله 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 نه آرمانده است نه ناموس. ای کاری جمیله کرده رو بینیده ها؟ آیا از جمیله چشم دار بودی؟ میدونی قزبان با دکتر گپ زدنش رو شنیده، پدرش رو در پیشان شرمنده کرده. نه جمیله این کار رو نمیکنه. شام بخیر پدر. این چی کاره بود کردی؟ گبزان میگویم گبزان بشترو میگویم بشترو. ناموسمان را یک پول کردی رزیل. جمیله کجاست؟ در خانه. ایستا بدر ایستا. جمیله این خیلی دختر نیست، شاید تهمت باشد. معلوم است که فریب خورده است. او را عذاب ندید، بس کن، او را نزن. بلا زند ما را شرمنده و رسوا کرد. خیال با چشم مردم نگاه میکنیم. مردم چی میگوید؟ ناکس. همینو همون آزنی صد را زندان نمیگذارند. چی شد؟ آسگی بیناموس را یافتی؟ نیافتم پدر. و گزیل چه رفته است؟ دیلا گفت که فردا سحر می آید. هیچ چیز نگفتم.
فردا این کار را تمام میکنم. خب این کار را به تو میسپارم. بابا ابراهیم یاری دیگه نکشن. بابا ابراهیم تنها شما آنها را داشته میتوانید. زود باشد بابا ابراهیم. دیلا قمزلم رو ده. حالا همه اشون جمع شده. همه اشون در آنجاین قرار برآوردن. جمیله را میکشن. بیعقلی کردی جمیله. یگانه راه همین است. این را گیر. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشید. درد شما درد من است. با خون ریختن کار بود نمی شود. چی مصلحت میدید بابا ابراهیم؟ اول جمیله را از دیها برید، بعد یگان چورش رو میابید، لیکن دختر رو نکشید. ناحقی می شود. شما کردان نشوید بابا ابراهیم. این مسئله ما است. ناموسمان دو پول شد. حل کردنش در گردن ما است. خاموش باش. ناحرمتی نکن. گپت را دانسته زن. ببخشید بابا ابراهیم. جوانی بیعقل است. اما ما را هم فهمید. دختر ناموس خاندان را داغدار کرد. از روی عرف و عادت جزایش معلوم. بله رشید جوان است و خطا کرد. جمیله هم دختری جوان است و خطا کرد. بیعقلی کرد. بیا این کار را نکن برده. این یک عادت خطا است. باور کنید خطا است. این ظلم است و در دینمون این جای ندارد. جزای هر یک خطا را تو دادن نمیتوانی بعد. این عادت خطایی که سالهای سال دوام دارد تو ادامه ندید. برای گپ مردم شده فرزندت را حیف نکن. در نزد خداوند حسابش وزنین است. برای یگان کس نیست، تنها برای رضایت خدا این کار را نکن. این عادت در تو خاتمه یابد بعد. یک طرفیست پسرم پیش راهی دکترم نگی کنیم تو بیا. آفرین من همین خیلی با ادبانه راه کرد. خداوند پیش راحت را کشاید پسرم. انشالله تشکر. تو راهی سفید پسرم. من این تو لازم نبود. این همه رو من چیکار میخورم؟ میخوری تو آدمی بوزبله هستی. زحمت کشیدی. برویم آقای تو. محمد مهمان را تا نیست راه بردم را فراموش نکنی. تشکر زیاد. این مهمانداریتون رو اصلا فراموش نمیکنم آقای زینال. راحت سفید در امانی خدا باشید. سلامت باشید. راحت سفید در امانی خدا باشید. با انتظاری شما حتما شما رو باز بیایه ما رو فراموش نکنه.
ساختار چی میلرزی؟ نترس بسیار آسان است انگوش را زیر کردی تمام فهمیدی چرا گریه میکنی؟ یا اینکه او را نمیکشی با او رحم نکن او با ما رحم نکرد شرفمون رو داغدار کرد اکنون جزایش را میبیند مادام که جمیله زنده است در اینجا ما سر ما رو برداشته نمیتوانیم این را نزدان احمد تو بچه جسوری نترس زیر کن گفتم درا گریخته است جمیله گریخته است پدر هوشیار باش از اینجا به یگان جا نرم اگر مرا در اینجا یابند چی؟ خواطر نشو تو را در اینجا کسی نمییابد نترس تا پدرت را راضی کردنی بابا ابراهیم تو در اینجا میمونی احمد برادرها را خبر ده در چایخانه جمع شوند خوب شده سکر همه کنج و کناری دیه را کابه فهمیدی؟ از خانه زلال سر کنید مادر جون اگر خسته باشید نروید من خودم میروم نه دخترم تو در خانه ایست من میروم این کار را حل کردم لازم از خانه نبرو که به حقدارها باوری نیست غم بالای غم آمد رشید سلاح گرفته آمد مادر دیدم چه گپ است رشید؟ جمیله گریخته است مادر که نشسته مرگش را انتظار میشد همیتر؟ برخین آنها خواهرانند البته جمیله را پشتیبانی میکنند برای جمیله آمده باشی او نیست اگر به من باور نکنی در اومده بین باور میکنم مادر بگذار گفته شما شود دخترم از خانه نبرا من زود میآیم خوب شده مال خوب بوده بابا ابراهیم یشر بهایش رو میدوند گفت تو چیزی گویی قبول میکنی بهایش رو میدونم او ببین در عین زمان امکانی خریدن آن را ندارم التماس برادر باور کنید پول ندارم و بابا ابراهیم سلام رسانید ملال نشود میرسانم
چرا ایستاده اید؟ کمی از پس کارتان شوید. خواست شما شد. نفرختم، نگرفت. فردا دخترم را میبرند. خداوندا یاری ده، یک دری برای ما باز کن. ببخشید. گوش میکنم. من باید به دهه آبی کلان روم. بعد فکرم را گم زدم. نینی راه گم نزده ای. به این طرف گرد. ده در آنجاست. بخیر است؟ چی رو می جویی؟ یک برادر دارم. به عیادتش می روم. تشکر زیاد به شما خاله جان. با آن دختری بیناموس در این ده جای نیست. پیش از جمیله دختر رو باید یابیم. جزای آن بیناموس را میدهیم. چرا ایستاده اید؟ با من بیایید. حتما باید جزا میابیم. ما را بدنام کرد. همون را بدنام کرد. آیا با ده رسیدیم؟ بونگای تیبی در کدام طرف است؟ در این طرف. تشکر زیاد. جلو دادن در کن. برو میوبه. برون برا دختری بیناموس. زنه. برا گفتم. برا. بیناموس. بیناموس. نامرد. شکنه. شکنه. برا میوبه. برا دکتر. برا. میشه. نامرد. برا شکن. Ali di beinاموس. بیمارخانه را دیدن لازم. بله با آنجا می رویم. اما جرم کابل باز دستیمون نمیگریزد. یک قسمت آن ده را کابل، قسم دیگر تا نقطه تیبی را. رفتیم میابیم. مامان هم پارتوه؟ ما دور. یک کس میوید. گریزید. گرختیم. گریزید بچه ها. گریزید. این آدم بگونه است. نگریزید بچه ها. بچه ها بونگوی تیبی در کجاست؟ در آخری رو بچه گردید. باز و دست نفتید. برا ببرون نامر. برون برا بیناموس. داره خود رو میاد به وقتی که زمین مشاهده میاره. برا ببرون. از وقتی من برای چیزایی نمیکنید.
نمیدانی گوسالا تا خطا جانه تو در همین جایی و برو شما چی زبا نکنید تو کارگار نشو یک طرف ایستا چی کار میکنه دکتر همه جا رو تگرو کنه زود باشه شما همه جا رو خوردید آخرین بیمارخانه ایستید شب‌های خوب بوده است بچه ها. این را دل دور نرفته است. یک باغچه را هم بینیم. ایوا با دست افتادیم بچه ها گریختیم. میگریزیم زودتر. ایستا نبینه دیده ایستا نبینه دیده بس کنید التماس بس کنید داری رو چه بخیر از برای خدا بس کنید آخیر چند بار گفتم به شما من نمیدونم به کجا رفتنش رو به من گپ نمیزند تو کشتی؟ وای من دوست دکتر روزن هستم یعنی برادریان بیناموس هستی ها؟ او در کجاست؟ در کجا بودنش را نمیدونم من از استانبول میام دروغ نگو آرام اگر برادریان دشمنی بیناموس باشید پس در کجا بودنش را میدانی؟ آپای دیلو زودتر بیاید پسری اما که حامد را پروندن به کجایش؟ با فکرم بسینه‌اش خدایا این جنجالتون رو ماندو اول به کودک یاری دهید شاید به شهر بردن لازم آید به شهر بردن ناممکن است کاری تو چی؟ تو کودکی هستی؟ من دکتر اینقدر یک روی نکن برادر بیا از این کار روی گردان بازیست بدر دردی دخترم برفین به من بس است باز غمی جمیله به من نمی رسید دخترت را ببخش وضعیت چه خیل است رشید؟ دکتر نیست پدر گریخته رفته است چی؟ یعنی جمیله با او رفته است دکتر را جستجو نمودند تصادفاً پسر حامد را پروندند واه و کودک یگون چی شده است؟ نمیدانم خبر ندارم آقای بدر چشمانت را گشا اولین خون ریخته شد باز دوام میدهی بدر یگانه کسی که خونریزی را بس بکند این توی دیر نشده است عقلت را کار فرما حیات دخترت را نسوزان علی چی شد پسرم؟ پسرم علی چی شد علی چی شد چی شد پسرم علی کی پران پسرم چشمت را گشا کی پران در پس کوتاه بود دکتر گفتی این تو من تو را میکشم اگر با پسرم یک گرد شود زنده نمیمانم ایستید جنجال نکنید مثل کودکان علی را فکر کن حامد پسرم جانم پسرم خدایا ای باز تو که هستی شب از بابای پسرم دیلو چه خیل است خون رفته ایستاده است خون را من کردن لازم پسرکم نجات میدهیم تو رو دیلو یگان کار کن من چکار کردم میتوانم دکتر نیستم من دکتری تو از کجا پیدا شدی این کس دوست دکتر اوزن میباشد یگان رومالی تو زده روی مال انا رومال شگیر انا مثل دارد کودک رو جراحی کردن لازم در حال به شهر میبریم تو به شهر رسانیدن نمیتوانیم اگر در حال جراحی نکنیم میمیرد
تیاری بینید اسب‌ها را بیارید زود باشد زود چی نشنیدید اما که حمید جراحی کردن لازم شهر بسیار دور است دور هم باشد ما علی را میبریم شهر خیلی دراز است از خون روی زود میمیرم من پسرم را میبرم من علی هم را میبرم شنیدی دکتر چی گفت پسرم در را میمیرم چی نبرم در همینجا بمیرد جراحی را من میکنم با تو چی خیل باور کنم آیا یگان چاره دیگر داری آمین کنی کمک کنید بردارید با بونگاه تیبی بردن لازم آیسته بردارید زودتر را کشوید آیسته احتیاط کنید دکتر اگر با پسرم یگان چی شود تو را زنده نمیمانم کمی دیگر نغمه کنید کودک را از دست میدهید دکتر تو او را نجات دادن میخواهی اما اگر کودک بمیرد اونها تو را از اینجا زنده بر آمدن نمیتونند چیکار کردید مادر جان وضعیت جمیله بد است گفت رو هم فروخته نتوانستیم گریه نکن دخترم دیگر چاره نداریم خیز برای جمیله خوراک تیار کن آب هم گیر برفین هوشیار باش کسی نبیند خوب شده است مادر جان التماس چیزهای لازمه را تیار کنید اگر شفای افتنی پسرتان را خواهید لطفاً به بیرون برایید آقای دکتر راست میگویند کنی برایید همه از اینجا زودتر دکتر اگر به پسرم یگان چیز شود فقط همین رو افته توانستم آقای دکتر توزه کردید؟ بله در این خیلی شرایط جراحی ناممکن است چاره دیگر نداریم آقای دکتر اگر کودک میرد میدانم من هم میمیرم نبض گم می شود این دو گرید بیمار را از دست می دهیم خدایا کمک کن خدایا مدد کن خدایا کمک کن خدایا کمک کن آقای دکتر بله در این خیلی شرایط جراحی رو به ذمه نگیرید روی دیگر نیست توکل میکنیم
پینو نشوید دقیقه بشید. شما را دیدم. چرا از پسم اومدید؟ جمیله در کجاست؟ گمان کردید که شما را به نزد جمیله میبرم؟ پنهان شده از پسم اومدید. شرم نمیدارید؟ جمیله را در کجا پنهان کردی؟ گپ زن. نیست جمیله. برفین ایستا. نرو، جمیله را در کجا پنهان کردی؟ جمیله را پنهان کردند، اما در کجا نفهمیدم. یعنی همراه دکتر نرفته است. زلال او را در کوه پنهان کرده است. حاضر میفهمیم. با خود بیا. با دقت باش. شنید کودکی بیچاره حیف شد. آروم شدی. بیچاره کودک. بیچاره رکم بابا جوشی بابا بیچاره تمام بس کنید و خوب میشود. گریه نکنید. صحت میشود. رکم چی بابا. تشکر دخترم. جمیله را در کجا پنهان کردی زلال؟ تا نبخشید به شما نمیگویم. تو به این کاردار نشو. کاردار نشوم؟ وقتی که زنت بیمار بود به جمیله کی شیر داد؟ رشید را کی کلون کرد؟ زنت سالهای دراز بیمار بود. آیا یک روز کودکانت را گرسنه نگذاشتند؟ هر روز خانه‌ات را تازه نمی کردم. آیا بعد مردن زنت به کودکانت مادری نکردم؟ آن وقت به من کاردار نشو نمیگوید. این تلگب نزن زلال. اگر جمیله را نبخشید فهمیده گیرید حقم را به شما حلال نمی کنم. اگر برای جمیله شرمنده شده باشید از زیه برآمده روید. جمیله دختری جوان و بیعقل. معلوم که دکتر فریبش داده است، اما با خون از میشستن گناه را نکن بدر. دخترم زلال راست میگوید. اگر بسیار شرم داره دیه را ترک کنید، در یگان جای دیگر برای خود حیات نو سازید. این از درد فرزند وزین‌تر نیست. بدر چی خیلی باشد نباشد او دختری تو است.
مامان وا چه خیلی ماشین چه زیبا. این رو کی ساخت؟ پدرم ساخته دادم. بچه ها بیا بازی کنی؟ نه من خودم باز میکنم. چرخوش اینقدر زیبا؟ رفته ایسته بس دیگه بروه. آقای دکتر تپش دل من شد. حالا هم نبرآمده است و این آدم باور کردن خطا بود. حامد خدا نکند که این خیلی نگویه دکا، خدا نگه دارد. شاید علی مرده باشد، از خبر دادن می ترسد. خب زلال، جمیله را بیار. فردا سحر دیه را ترک می. ناموسمان چی می شود؟ و جمیله یگان کس زیانی نمی رسوند. به نام خدا قسم یاد کن بدر. به یگان تار موی جمیله آسیبی نمی رسد. به نام خدا قسم می خورم بابا ابراهیم. جمیله نترس. جمیله این مویم. رفتیم دخترم، به خانه می رویم. اونها مرا میکشن. نمیکشن. بابا ابراهیم پدرت را قسم دادن به یک موی سرت ضرر نمیرسد. بیا دخترم. جمیله چی شد؟ تو را بخشیدند، باز چی میخواهی؟ شهر میدارم. بدیر بر اومده نمیتوانم. چه خیلی به چشم همسایه ها نگاه میکنم. چه خیلی نمیتوانم. باید رویم دخترم، ما را انتظارم. آنها تو را بخشیدند. گریه نکن. گریه نکن. دختری بدبختم. پسرم خیلی از دکتر خطر پسی سر شد. نجوته. تشکر دکتر. حالتش خیلی است. شکر خداوند. کودک زنده میماند. اول کودک را بینیم، بعد با تو گپ میزنیم. مایلش بینید. لیکن به ما رو از اینجا بره. اینجا شرایط خیلی بد است. آیشا میدونی اپای جمیله چکر کرده؟ نه نمیتونم. همراه بازی میکنه؟ نه دیگه تو رو نمیخواهیم. رفت از اینجا. توی اون بارا نزدیمان نبیو. فهمیدی؟ شنیدید؟ میگوین که جمیله با دکتر گریخته است. چی؟ ای تو کوری خودت دکن. همه رو شرمنده کرد. آبروی ده همان رو رزوند. چه دختری به حیا بوده است؟ ناموسمان را یک گل کردی رزیل. انگوش را دار کردی تمام. میگوین که جمیله با دکتر گریخته است. ناموسمان را یک گل کردی رزیل. انگوش را دار کردی تمام. میگوین که جمیله با دکتر گریخته است.
اویستا احتیاط کنید یک طرف ایستید خدا را شکر خانه میبرید راه را کشایید با دقت احتیاط خاموش همتان خاموش تا صحت شدنی علی دکتر در همین جا میماند همین طور نه دکتر همه را بیدید اینجا همه خانه به خانه شوید اولین بار جراحی رو دیدم باز در یک شرایط خیلی بد معلوم است که دکتری خوب هستی تشکر تو به نزد علی رو او رو نغزکک خوب بود یگون خواهش دارید؟ شب رو در کجا روز کنم؟ آقای دکتر رو به همون خانه بر خوب شده است حاضر چیزهایم رو گرفته آورم برفین کمی تو به خونه رو خوب شده است سلیمه اینجا بیا دیدی جمیله اومد نه ندیدم چی آمد است بله آمد همه رو شرمنده کرد به حیا با کدام رو به اینجا برگشته است گوش کن تو چند ساله هستی؟ 11 صنف چند میخونی؟ در دهه ما معلم نیست ایست یک دقیقه صبر کن تو در این دهه چی کار کردی اوزن؟ کی هستی به بیرون برو کیستی به بیرون برو کیست در اینجا بیا دخترم
نترس جانم. اپا سیلو پایان کن پسرم. مادر جان، مادر. پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مدت پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.